سلام، این هفته در آفساید بدون هیچ مقدمه‌ای میخوایم بریم سراغ بزرگترین حماسه سیاسی سال 98 نظام و میخوایم ببینیم که ابعاد این حماسه چقدره. من دوستانی که در پشت سر من هستن دارن تمام تلاش خودشون رو به کار میگیرن تا همه بتونن در رأیگیری فردا در بزرگترین حماسه سیاسی سال 98 شرکت بکنن. بله، تا شب قبل از انتخابات یک همچین تصوراتی داشتن که قرار فرداش یه حماسه خلق کنن. برای تبلیغ شرکت در این نمایش هم هر چی و هر کی رو که داشتن به میدون آوردن تا بازارگرمی کنه. حالا همه جای دنیا موقع تبلیغات انتخابات که میرسه هر کی میاد برنامه خودش رو ارائه میکنه، اینکه با چه روشی میخواد چه مشکلی رو حل کنه. اینجا فقط نفس حضور و رأی دادن رو تبلیغ میکنن، اونم با چه وعده هایی. نفس رأی دادن ملت عزیز کاملا ظرف 24 ساعت تأثیر میذارد که اونا بفهمن این روشی که با ملت ایران شروع کردن، یعنی فشار حداکثری اقتصادی، اینو باید ریلشون رو عوض بکنن. بابا شما فقط 48 ساعت طول کشید که آمار دوزاریتون رو اعلام کنید، بعد میخواستی 24 ساعت سیاست جهانی رو عوض کنی؟ حالا این به کنار، این یکی هم گفت یه چیزی بگم که هیچ برگی به درخت نمونه. آرای مردم هر کدومش یک موشک به قلب امریکاییه. ما که همه شعار انتقام سر میدیم، این رأی ما انتقام از امریکاست. محکم بیان پای کار. چی شد؟ انتقام سخت مگه قرار نبود آسمان ها را به آتش بکشد؟ الان رسید به التماس رأی؟ اینم شد انتقام سخت؟ بعد رأی برای چی؟ برای مجلسی که اندازه شلغم هم خاصیت نداره. خیلی جاها مجلس میخواد یه کارایی رو انجام بده ولی دستور میاد که صلاح نیست و نباید انجام بده. این مجلس میخواست برای بنزین تصمیم بگیره، اجازه ندادن. عرض کنم که میخواست وزیر کشور استیضاح بکنه به خاطر حوادث آبان، اجازه ندادن. گفتن از بالا به ما گفتن صلاح نیست. خیلی کارا رو مجلس میخواد بکنه ولی اجازه نمیدن. اینم حرف دست اول از کسی که قبلا نایب رئیس همین مجلس بوده. بعد انتظار داشتی کسی بره به این مجلس رأی بده؟ حالا اونور بازار تلویزیون ولایی اومد ایده کار کنه، همه عقلاشون رو ریختن روی هم، هرچی خبر مال نگار و خبر دروغ نگار از آمنه سادات و زهرا چخماق و سلامی و موسوی داشتن ریختن جلو دوربین که یک حرکتی بزنن که همه رو قانع کنه که بیان رأی بدن. چون نگاه حاج قاسم ها به برگه رأی ما فردا میاییم چون روح بلند سپهبد حاج قاسم سلیمانی نظاره‌گر حضور باشکوه ماست. فقط به عشق رهبر میاد، فقط به عشق رهبر. این چه صحنه بیریختی بود؟ این همه بودجه صدا و سیما آخرش همین شد؟ این که چند تا موجود ببری زیر بارون پرچم تکون بدن؟ اینا که خودشون هم نا ندارن شعار بدن. فردا زنده باد ایران. خلاصه با این تبلیغات رفتن که بزرگترین حماسه سالشون رو خلق کنن. خامنه صبح زود نعلین و عبا کرد و مسواک نزده رفت پای صندوق تا حماسه رو افتتاح کنه. که اولا همه با همت به اشخاص مورد نظر خودشون رأی بدن، واقعا اسم سینوه رو بنویسن. این خیلی کمک میکنه به اینکه انشالله مجلس قوی باشه. پس ملت بیان رأی بدن تا مجلس قوی داشته باشی ها؟ خب اگه رأی ندن چی؟ یعنی مجلستون ضعیف میشه ها؟ حالا ببینیم این التماس رأی چقدر جدی گرفته شد. صبحمان را امروز از حسینیه ارشاد آغاز کردیم، جایی که همه رسانه‌های دنیا در آنجا جمع شده بودند. نمیدانیم روایت این رسانه‌ها از 2 اسفند چیست، اما ما میدانیم که برخی از این رسانه‌ها و حتی الجزیره شور و نشاط انتخاباتی رو اینطور منعکس کردند. بنده در انتخابات روز جمعه شرکت نمی کنم. رأی نمیدم به ایشون. خیلی ها هستن که رأی نمیدن، واقعا رأی نمیدن. شاید 10% اونا کسایی باشن که در دستگاه باشن، مجبور باشن رأی بدن. بله، وضعیت اونقدر بیریخ بود که توی مرکز پروپاگاندای انتخاباتی یا همون حسینیه ارشاد که همه خبرنگارای خارجی رو فقط اونجا برده بودن،
دوربین تیوی ریش جرأت نداشت از بیرونش فیلم بگیره. چرا؟ چون فیلمایی که مردم از بیرون گرفتن اینطوری بود. البته حماسه اصلی رو در روز 2 اسفند خبرنگارای تیوی ریش خلق کردند، جایی که میخواستن مثلا حضور اجباری سربازان یک پادگان در صف رو به عنوان استقبال پرشور جوانان جا بزنن. و این صفی که آقای حلاجان با من خواهد آمد، ببینید هم محسن کنارشون هست، هم بچهای خیلی جوان. چند سالته شما؟ من 21 سال. شما چند سالته؟ 22. آقا ساعت چنده؟ الان به مردم بگید یکیتون ساعت چنده؟ 7:50. 7:52. از کجا آمدید؟ تهران. نه کجای تهران؟ میدونم تهران. من از دماوند اومدم. بیایید آقای حلاجان صفو نشون بده. بیا صف. سلام میکنم به شما هموطنم. خوش آمدید. بی‌نظیر این استقبال. آفرین بر شما. مدیونید اگر فکر کنید که این همه پسر جوون سرتراشیده که این وقت صبح همه با هم توی این صف پیداشون شده با اتوبوس از یک پادگان آورده شدن. بابا صحنه اگر میخواین بسازین یکم طبیعی بسازین، یه تنوعی، یه چند تا تیپ مختلف بذار وسطش که به ریش نخندن. شیوه دیگه حماسه سازی خبرنگارای صدا و سیما نگه داشتن 15 نفر جلوی دوربینه تا تایم خبرنگار از اون شعبه تموم بشه. همونطور که ملاحظه میکنید اینا رو نگه داشتن، هیچ کار خاصی هم نمیکنن. 1 دقیقه، 2 دقیقه، 5 دقیقه، 8 دقیقه، یعنی تو 10 دقیقه یه نفرم رأی نداد. ظاهراً به خبرنگارای تیوی ریش گفته شده بود که باید به هر قیمت حماسه حضور رو گزارش کنن. اینا هم دیگه کار نداشتن که کسی هست نیست، تو هر شعبه‌ای که بودن همون متن کلیشه‌ای رو میخوندن. آنچه که شاهد هستم حضور پرشور مردمی هست که مشتاقانه میخوان در تعیین سرنوشت کشور و شهر و شهرستانشون سهیم باشن. اون چیزی که در این شعبه نظرم رو جلب کرد حضور رأی اولی هایی بود که به اتفاق اومده بودن تا اولین مشارکت سیاسیشون رو در کنار هم باشن و جشن بگیرن. این بابا احتمالاً فکر میکرده که داره گزارش صوتی میده، چون یه جوری از مشاهداتش میگه که انگار وسط استادیوم وایستاده، ولی تصویرشو که میبینی پشه داره ثقاب میندازه. بابا صدا داره اکو میده، اینقدر سالن خالیه. اما از این بدبخت‌تر این خبرنگاره که توی یک نظرسنجی خودجوش گیر میفته. آقای صاحب موافقایی که اونایی که میخوان رای ندن هر رنگی دست و سوت بزنن. اما اتاق فرمانشون هم تو ساخت حماسه دست کمی از خبرنگاراش نداشت. وقتی میدید که تصاویری که از حوزه داره میاد خلوته، خیلی مسلط و ریلکس تصاویر یه شهر دیگر رو به اسم یه شهر دیگه میداد رو آنتن. نه یه بار دو بار، مکرر در مکرر. مثل اینجا این آقا چهارخونه‌ایه تو همون دکور با همون نفرات هم تو زاهدان هست هم تو برجنور. یا اینجا یه تصویر از کرمان داری، خب یه شاه اضافه میکنی میشه کرمانشاه. یه تصویر از 2 شهر به طور همزمان. البته ممکنه که این تصویر نه مال این شهر باشه نه مال اون شهر، نه مال امسال باشه نه اصلا مال انتخابات. مهم خلق حماسه است به هر قیمت. همین تصویر رو شبکه البرز زده فردیست، میریم شبکه ورزش. همین تصویر رو زده قم. این هم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی. بله، توی این مملکت صدا و سیما تصاویر مجازی نشون میده، توی مجازی تصاویر واقعی رو پیدا میکنید. حوزه انتخابی شهرستان دالاهو شهر ریجاب، ساعت حدوداً 9 صبح 9:30.
هنوز یک نفر وارد نشده، اینایی که جلو در وایسادن مسئولای حوزه انتخابی هم. صندوق‌های عکس رای گرگانه و مشاهده میکنید که هیچکی توی صف نیست، با اینکه ساعت 5 بعد از ظهر هست هیچ کسی تو صف نیست. واقعا دست مردم عزیز درد نکنه. ولی از حق نگذریم، روز 2 اسفند تو بعضی خیابون‌ها صف دیده میشد. 2 اسفند همونطور که میبینید این صف خرید کت شلوار با بن تخفیفه و اینکه اونم صف انتخاباته، رای بیرن. بعضی حوزه هم ازدحام ایجاد شده بود، منتها از این مدل. اهالی این روستا تصویر شدن به هیچ نماینده رای ندهند و صندوق دریافت رای خالی برگردد. البته خود کاندیداهام تو روز انتخابات بیکار ننشستند و برای جمع کردن رای هر پشتک و ملقی میزدن. امروز جلسه ای بودن میگفتن آقای ایکس اومده توی مقابل مسجد امام محمد باقر هروئین پخش میکرده برای رای. خب مدل های کلاسیک خرید رای هم وجود داشت، نه اینکه فکر کنید مثلا پنهانی یا مخفی، نه خیلی علنی، مثل یک دکه کنار خیابون وای میسته، از هر کی بتونه رایش رو میخره. اومده داره پول میده آقا، اینا داره پول میده، داره پول میده رای میخره. کاندید من قید دارم. حالا کاندید حرام است، ما تو داریم پول میدیم. واقعا حرامه. کاندید افراطی و درخواست حاضر. واقعا حرامه. خریدن رای اینقدر زیاد بود که حتی تو گزارش‌های زنده تلویزیون آخوندی هم پا در آورد. الان متاسفانه ما تو حوزه‌های مختلف که می‌رفتیم بعضی از این به اصطلاح کاندیداها دارن رای خرید و فروش میکنن. حالا وارد این بحث نشیم. شما عزیزان بیاید. اما بعد از انتخابات وقتی کار به اعلام آمار شرکت کنندگان رسید، دیگه خبری از شور و حماسه و اینا نبود. همون اول کار گفتن این بار آمار رو نه به صورت جزئی بلکه فقط به صورت کشوری اعلام میکنند. حالا چرا جزئی اعلام نکردند؟ یه نمونه رو بررسی میکنیم. شیراز. صبح روز انتخابات گزارشگر تیوی ریش از شیراز کیفش کوک بود و برای ارائه یک گزارش ولایت پسند این آمار رو اعلام کرد. همین شور و نشاط هست. اگر پیشینی استان فارسی هم شما ببینید همیشه مشارکت استان فارسی ها بالا بوده. در برخی از شهرستان‌های ما مشارکت تا 80 و 90% بوده و امروز هم مردم ثابت میکنن که علیرغم توطئه‌های دشمنان و حرف اونا براشون مهم نیست و در واقع مشارکت مردم، مشارکت براشون مهمه. اما بعد از کلی زور زدن و ضرب کردن، رئیس ستاد انتخابات استان فارس اعلام کرد که مشارکت شیراز میلیونی فقط 25%، یعنی 75% با آمار خودشون کوبیدن تو دهن عظما. این از شیراز. تو اصفهان چند میلیونی هم فرماندارشون هر چی زور زد جرأت نکرد مشارکت رو بیشتر از 21% اعلام کنه. یعنی تو شهرهای بزرگ با آمار خودشون نزدیک 80% به این نظام نگفتند. این پیامی بود که مردم به دنیا مخابره کردند و همین رو هم جشن گرفتند. جشن پایکوبی مردم زنندج به خاطر تحریم انتخابات دیگه تموم ماجرا. به این ترتیب مردم ایران در یک همبستگی ملی با تحریم سیرک انتخابات بزرگترین حماسه سیاسی سال نظام رو به یک شکست تمام عیار تبدیل کردند. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.